خود بنده جزء آنها بودم که شدیدترین دیسک رو داشتم، کمرم خم شده بود، خوابیده غذا میخوردم، نمیتونستم راه برم. 14 تا دکتر به من جواب به منفی داده بودن، ناامیدم کرده بودن، گفته بودن باید عمل جراحی بشه، جراحی نکنی فلج میشی. بالاخره ناامید برگشتیم خونه. روزی به تلویزیون نگاه میکردیم، به اخبار علمی فرهنگی به این شکل گفت کلیه دیسک ها با مقداری نرمش برطرف میشوند. اخیراً دانشمندان تشخیص دادن. این کلمه به من، این جمله به من امیدواری داد. اون دانستنی‌های قبلی و اطلاعات قبلی که خودم داشتم به اضافه دکترا یه سری نرمش ها رو به بنده ارائه داده بودن، به اضافه افراد تجربی، اونا رو جمع کردم یه جا، مضرا رو گذاشتم کنار، روی مفیداشون کار کردم، یه مجموعه نرمشی درست کردم که به هر کس ارائه میدم موفق میشن، یعنی در مورد دیسک آسوده میشن. اونایی که گرفتار دیسک کمر هستن قدرت تمرکز فکری نمیتونن داشته باشن. به عنوان مثال نمیتونن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشن، نمیتونن به خوبی یک حساب کتاب دقیق تنظیم کنن، دچار فراموشی لحظه‌ای میشون. خیلی از مواقع به دنبال سیویچ که به اصطلاح روی تاقچه گذاشتن یا جای دیگه دنبالش میگردن، دنبال موبایلشون میگردن، دنبال جورابشون میگردن. این به ستون فقرات برمیگرده. نگران این قضیه نباشید، به راحتی برطرف میشه. از نظر رفع مزاج، عضم خام، دفع ادرار و مدفوع و قاز مشکل دارند. تعداد دفعات ادرار به دلیل سردی بدن زیاده. حالت یبوست، سفتی مدفوع پیدا میکنن. در قسمت کشاله ران و قسمت زیر شکم بعضی مواقع احساس درد دارن، تنگی نفس دارن. اگر چنباتمه بشینن فوری پاها به خواب میره و هنگام بلند شدن حالت بی‌حسی و سوزن در پاهاشون احساس میکنن. قبل از اینکه این حرکت ها رو خدمتتون بیان کنم، این یادتون باشه اونایی که دچار کمردرد و دارای دیسک هستید، این حرکت ها رو انجام دادید، بعد از 3 یا 4 روز در 2 تا باسن یا نشیمنگاه ایجاد درد شدیدی خواهد شد. شما باید تحمل بکنید، یعنی با درد کنار بیایید تا سپری بشه. سپری شد، روز 5 دیگه درد نخواهد شد. اگه رها کنید هیچ فایده‌ای نداره. این درد لحظه‌ایه، برطرف خواهد شد. به خاطر چی به درد مبتلا میشیم؟ عضلات قبلا بی‌حس شدن، خوابیدن، رشته‌های عصبی خوابیدن. این حرکت ها رو انجام میدید، عضلات به خودشون برمیگردن، رشته‌های عصبی خودشون رو میفهمن. هر چقدر درد بالا باشه، قسمت کمر بالا باشه بهتر. هر چقدر پایین باشه، قسمت باسن، قسمت زیر زانو، قسمت پا باشه بدتره. نگران نباشید، کلیه دیسک ها با مقداری نرمش برطرف میشوند. نظر بنده اینه که هیچ دیسکی مورد عمل جراحی نباید قرار بگیره. امیدوار باشید. بنده که نمیتونستم راه برم، نمیتونستم بشینم، نمیتونستم بخوابم، 2 سال نتونستم پامو دراز کنم. دکترها گفتن باید عمل جراحی بشی، عمل نکنی فلج میشی. پس کو؟ من که خوب شدم، من که رفتم کوه سبلان فتح کردم اومدم. پس کو اون حرفا؟ پس عزیزان امیدوار باشید، هیچ دیسکی قابل عمل نیست. اینا رو انجام بدید حتما موفق خواهید شد. اولین حرکت پایین تنه.
حرکت‌های اصلی. یکی از اون حرکت‌ها، اول پاها را جفت می‌کنیم، زانوها را رها می‌کنیم به این شکل. بعد زانوها را میچسبونیم به هم دیگه. شماره 1 رها می‌کنیم، شماره 2 سرمون پایین، شماره 3 4 5 6 الی 20 تا حرکت اینو انجام میدیم. حالا هر اسمی که خودتون دلتون میخواد بگذارید. بازو بسته شدن زانو، هر کس دل خودش هرچی خواست نام میگذاره. شماره بعدی پاها از هم دور به شکل دنبلی به این شکل حرکت میدیم. منتها یکی از پاها را باید بشماریم. اینو 1 2 3 4 5 الی 20. این دومین حرکت. سومین حرکت پاها روی هم. این به دو شکله. یا میگه با فشار پایی که روی اون قرار گرفته اون یکی پا رو به این شکل فشار میدیم، این طرف میاریم وسط میشماریم، یا نوک این پا بخوره برگرده وسط، بخوره به زمین برگرده به وسط، یا پاشنه پا یا نوک پا بخوره به زمین برگرده سر جای خودش. اینی که به این شکل یه نفر کمر گرفته میپیچونه. این به دو شکله. به طرف راست هم باید حرکت داده بشه، عکس و برعکس هست. یکی از اون شکل‌ها رو انجام میدیم، یا اینو انجام میدیم یا اینو. یکی از اونا رو باید انجام داد. خب چهارمین حرکت به این شکله. با دو دست زانو رو میگیریم، میکشیم به شکم، رها میکنیم. رها کردیم همزمان دست میاد بالا قرار میگیره، همینجوری که جفت کردیم دست. پا هم به این شکل میره پایین. سنگینی پا زمین افتاد، پا را رند میکنیم به این شکل. اون موقع عضلات اطراف زانو و قسمت پایینی زردپی حالت کشیدگی ایجاد میشه. آینده زانو درد پیدا نمی کنید. من تند انجام میدم، نگاه کنید. 1 2 3 الی 20. اون یکی پا هم به این شکل حرکت داده میشه. 1 2 3 الی 20. داخل پرانتز یه چیزی بگم. اونایی که مشکل دیسک کمر دارن، یکی از پاها به شکم نزدیک نمیشه. بعد از تمرینات به تدریج دو تا پا میچسبن به قسمت شکم. نگران نباشید. شماره 5 انجام عمل دوچرخه یا رکاب. اول با یکیش انجام میدم، نگاه میکنید. با نوک پا سعی کنید یک دایره فرضی تو فضا بکشید. فقط اون موقع یک پا رو بشمارید موقع شمردن. 1 با دو پا انجام میدم. 1 2 3 4 تا 20. اینجا داخل پرانتز باز یه چیزی بگم. میشه قسمت جلو اینو انجام داد. اگه به این شکل اونایی که گرفتارن انجام بدن، به قسمت کمر فشار وارد میشه. شما باید پا رو بیارید بالا، کمر درست زمین قرار بگیره، یعنی سنگینی پا بیفته روی باسنا. اون موقع انجام بدید. بعد اونایی که گرفتارن نمیتونن 20 تا رو پشت سر هم انجام بدن. اول 5 تا انجام میدن، استراحت، 5 تای دیگه تا 20 تا یا 10 تا انجام میدن،
نفسگیری، استراحت، 10 تای دیگه الی 20. این 5 تا برای پایین تن است، به خاطر اینکه قاطی نکنیم. حالا مرحله بعدی میان تنه، حرکت میان تنه. اولین حرکت به این شکل، دستها را تو کشاله ران قرار میدیم تا زانو حرکت میدیم، به شرط اینکه کمر از زمین کنده نشود. سقف نگاه میکنیم به این شکل، نگاه کنید. 1 2 3 4 5 الی 20. اونایی که گرفتار دیسک کمر هستن باز نمیتونن پشت سر هم 20 حرکت انجام بدن. اول باید 5 تا یا 10 تا انجام بدن، بعد 10 تای دیگر. حرکت بعدی حرکت دادن متکا به چپ و راسته. به این شکل متکا رو میگیرید، از قسمت بالا اینجا قرار میدید، به حالت یک پاندول یا آونگ حرکت میدید. به این شکل نگاه کنید. 1 2 3 4 الی 20. یا به این شکل به متکا نگاه کنید، به خاطر اینکه قسمت کتف پشت نرم بشه. این هم برای وسط تنه. 2 حرکته، نیمه دراز نشست و حرکت دادن متکا به چپ و راست. حالا حرکت بالا تنه 4 تاست. یکی از اونا به این شکل به عنوان نمونه انجام میدم، نگاه کنید. حساب کنید معلم به این شکل گچ دستش گرفته، یه دایره فضایی به این شکل میکشه که دایره از این قسمت دست تا اینجای دست شعاع دایره، این وسط مکان دایره، مرکز دایره. حالا حرکت میدید، یه دایره میکشید، منتها تو فضا. با 2 دست باید دایره کشید، یعنی در یک لحظه 2 تا دایره میکشید. به این شکل نگاه کنید. این 1 دایره، این 2 دایره الی 20 تا دایره. بعد برعکس این هم 20 تا. 1 دایره، 2 دایره. این حرکات دایره فرضی به عضلات گردن، عضلات پشت کتف، عضلات زیر بغل، عضلات سینه تاثیر زیادی داره. اونایی که آرتروز گردن دارن، آرتروز گردن برطرف خواهد شد. شماره بعدی یعنی حرکت دوم بالا تنه. کف دست پایین، این دست پشت این دست بالا. به عنوان نمونه اولین حرکت نگاه کنید. به این شکل حرکت میدم، برمیگردونم 1. منتها 2 تا دستم باید حرکت بکنه. یکی از دستام میشمارم. 1 2 3 الی 20 تا. یکی از دستا رو میشماریم، اون یکی شمرده خواهد شد. یعنی در اصل 40 تا حرکت انجام میدیم. شماره 3 دستها را بغل باسن قرار میدیم، به این شکل حرکت میدیم تا قسمت بالای سر پشت دست بخوره به هم دیگه. اونایی که مشکل آرتروز گردن یا مشکل ستون و فقرات بالاتنه گردن دارن، این دستها به هم دیگه نمیرسه. این تمرینات انجام دادن به خوبی میان همدیگه رو لمس میکنن دستها. منتها حرکت به این شکله، ببینید. 1 2 3 4 الی 20 تا. اسمش هست پرواز. حرکت بعدی، دستها به این شکل باز
به این شکل حالت ضربه دری انجام میدیم. اسمش ضربه دریه. به این شکل یک بار به این شکل، یک بار به این شکل. موقعی که دستها باز میشن استخوانه های پارویی پشت به همدیگه نزدیک میشن و در نتیجه اون قسمت دنده ها به این شکل باز و بسته میشن. تنها قسمتیه که موقع ورزش یا نرمش حرکت داده نمیشن. خیلی از افراد به قلنج گرفتار میشن. حرکت ها رو انجام میدم، نگاه کنید. 1 2 3 4 5 الی 20 تا. اینها حرکت های اصلی هستند. 11 تا حرکت شد. دوباره از هر کدوم یه دونه انجام میدم. پایین تنه 5 تا به این شکل. 1 2 3 4. منظورم به این شکله. بکشید به این شکل، دست بالا، پا دراز کشیده بشه، رند بشه، بعد برگرده. دو تا پا رو انجام میدیم. بعد دوچرخه زدن، رکاب زدن. حرکت بعدی میان تنه به این شکله. حرکت متکا هم چپ و راست کردن متکا. بالا تنه هم 4 تاست به این شکل. دست به این شکل قرار میدید. 20 تا 20 هم به این شکل. حرکت بعدی بالا تنه اسمش پروانه است به این شکل. حرکت بعدی پرواز به این شکل. حرکت بعدی هم که ضربه دریه به این شکل. این یادتون باشه وقت نرمش صبح بلند شدید انجام میدید، لباس راحتی تنتونه. بعضی از لباس ها محدود کننده هستن. شلوار لوری یا کردی، شلواری ورزشی، شلواری که راحت میشه باهاش ورزش کرد، یا زیر پیرن. از رخت خواب بلند شدید روی اون انجام میدید. یا هنگام شب، وقتش صبح و شبه. شب شما شام خوردید، استراحت کردید، شب نشینی کردید، میخواهید بخوابید. برای هضم غذا هم مفیده. لباسون هم که راحته. موقعی که جاتون رو میخواید استفاده کنید بخوابید، حتما پتو بندازید بخوابید. از دوشک بپرهیزید. پتو رو دلا کنید، روی اون بخوابید، روی اون هم نرمش داشته باشید. مطمئن باشید تو 1 هفته اونایی که به دیسک گرفتارن نتیجه رو خواهند گرفت. 2 هفته انجام میدن اینو، خوب شدن، دیگه کنار نذارن. در عرض 2 هفته خوب شدن، در عرض 2 هفته اینا رو انجام میدیم صبح و شب. بعد از 2 هفته فقط صبح نرمش ها رو انجام میدیم.